یکی رو بهت معرفی میکنن، اسمش رو میگه، تو هم لبخند میزنی، سر تکون میدی، دست میدی و دقیقاً 3 ثانیه بعد مغزت کلاً اون اسم رو پاک میکنه. انگار نه انگار که اصلاً وجود داشته. نه بی‌ادبی، نه اینکه برات مهم نیست. مغزت یهویی محاسبه سریع انجام داده و تصمیم گرفته که این اسم فعلاً واسه زنده موندنت حیاتی نیست. تو خراب نشدی. ذهنت فقط سیستم اولویت بندیش متفاوته. و علم عصب شناسی تازه کشف کرده چرا بعضیا همون لحظه اسمها یادشون میره در حالی که بقیه تا ابد یادشون میمونه. اینجا 9 تا دلیل برات میارم که نشون میده تو اون مغز پیچیده و قشنگ چی میگذره. بذار بهت نشون بدم چرا حافظه اسامی تو فرق داره و این چه معنی میده. 1. مغزت سر شلوغ و درگیر چیزای مهمتره. وقتی با یکی آشنا میشی، ذهنت داره 50 تا چیز رو همزمان تحلیل میکنه. لحن صدا، زبان بدن، خطرات احتمالی، سیگنال‌های اجتماعی، استرس خودت. اگه 2 ثانیه پیش یه سوتی داده باشی، اسم طرف فقط یه کلمه است که وسط این سونامی اطلاعات داره غرق میشه. مشکل نشنیدن نیست. مشکل اینه که مغزت داره اطلاعات بقای اجتماعی رو به کلمات ترجیح میده. روانشناسا بهش میگن بار شناختی. یه اصطلاح شیک واسه این که بگن پردازنده مغزت پره و اسمها اولین فایلی هستن که پاک میشن تا جا باز شه. تحقیقات نشون داده کسایی که حساسیت اجتماعی بالایی دارن زودتر اسمها یادشون میره چون حواسشون بین لایه‌های مختلف اطلاعات پخش شده. انگار همه دارن یه فایل دانلود میکنن ولی تو داری 20 تا فایل رو همزمان دانلود میکنی. اسم تو این شلوغی گم میشه. بی احترامی نیست. اضافه بار پردازشیه. 2. هیچ قلاب احساسی نساختی. اسمها وقتی یادمون میمونن که به یه حس، تجربه یا معنی شخصی وصل بشن. اگه توی شرایط خاص با کسی آشناشی، اسمش میچسبه به ذهنت. ولی اگه یه معرفی خشک و خالی توی مهمونی باشه، مغزت هیچ چوب لباسی احساسی نداره که این اطلاعات رو روش آویزون کنه. این فراموشی نیست، کمبود سرنخه. بعضیا نیاز دارن چند بار اسم رو بشنون تا بره تو حافظه بلند مدت. بقیه مثل دوربین عکاسی اسم رو ثبت میکنن ولی تو نیاز به یه داستان کامل داری تا به صورت فایل ذخیره بشه. مثل اینه که بخوای یه رمز رندوم رو حفظ کنی در مقابل رمزی که برات معنی داره. باحال نه؟ حافظت بد نیست. فقط قبل از متعهد شدن نیاز به اطلاعات بیشتری داره. 3. حواست به مکالمه است، نه به برچسب. وقتی با کسی حرف میزنی درگیر ایده ها، احساسات و داستان هایی. اسم فقط یه داده حاشیه‌ایه. مغزت داره یه تصویر از اون آدم میسازه بر اساس اینکه چه حسی بهت میده، چی میگه و چطور فکر میکنه. اون برچسب کلامی درجه دومه. سطحی نیستی، اتفاقاً عمیقی. دانشمندان دانشگاه کمبریج فهمیدن کسایی که تفکر مفهومی قوی دارن، اسمها یادشون میره چون الگوها براشون مهمتر از برچسب هاست. انگار مغزت میگه بارکدش رو لازم ندارم. من بیوگرافی احساسیش رو کامل دارم. این مدل پردازش شاید تو همدلی تو رو عالی کنه ولی توی معرفی‌های رسمی افتضاحه. 4. حافظه تصویریت قوی‌تر از حافظه کلامیته. قیافه ها رو عالی یادت میمونه. میتونی کسی رو که سالها پیش دیدی بشناسی ولی اسمش کلاً نیست. این ایراد نیست، تخصص مغزته. بعضیا حافظه تصویریشون غالبه، بعضیا کلامی. تو جزو دسته اولی. انگار همه 2 تا هارد دیسک دارن. مال تصاویر تو ترابایتیه ولی مال کلماتت گیگابایتی. دقیقاً یادت میاد طرف چی پوشیده بود، کجا ایستاده بود ولی اسمش یه جای خالی سفیده. انیشتین هم تو مهمونی‌ها اسمها رو یادش نمیمون چون مغزش درگیر چیزای دیگه بود. این یعنی مغزت سرمایه‌گذاری رو روی تشخیص چهره انجام داده، نه برچسب‌های کلامی. 5. استرس اجتماعی داری و سیستم ضبطت هنگ کرده. اگه آشنا شدن با آدمای جدید بهت استرس میده، مغزت میره رو حالت بقا. تو این حالت حفظ کردن اسم اولویت نیست. سیستم عصبیت مشغوله که تو رو آروم نگه داره. ترسو نیستی، بیولوژیت اینطوریه. تحقیقات نشون میده 30% آدما به خاطر فعال شدن سیستم عصبی سمپاتیک اسمها رو یادشون میره. مثل اینه که بخوای فایل ذخیره کنی در حالی که کامپیوترت داره آنتی ویروس اجرا میکنه. همه چی کند میشه. مغزت داره دفاع میکنه، نه ضبط. جالبه نه اینکه نخوای یادت بمونه. سیستم عصب تصمیم گرفتی که حفظ تعادل احساسی مهمتر از یاد گرفتن یه اسمه. 6. اسم رو همون لحظه تکرار نمی‌کنی. کارشناسا میگن بهترین راه برای یاد موندن اسم اینه که تو 3 ثانیه اول تکرارش کنی. خوشبختم آنا، چه جالب کارن. ولی تو این کارو نمی‌کنی چون احساس می‌کنی مصنوعی یا معذب میشی.
خجالتی نیستی، فقط نمیخوای مصنوعی باشی. تو ژاپن این کار نشونه ادبه، ولی تو فرهنگ ما شاید حس اجبار بده. پس انجامش نمیدی و مغزت هیچ وقت اطلاعات رو تثبیت نمیکنه. فرقش مثل اینه که یه فایل رو ذخیره کنی یا فقط بذاری از جلوی چشمت رد شه. و صبر کن، جالبترش اینجاست. کسایی که خودآگاهی بالایی دارن از این تکنیک‌ها استفاده نمی‌کنن، چون ترجیح میدن طبیعی باشن تا مؤثر. طبیعی بودن داره حافظت رو خراب میکنه. 7. مغزت داره پیش بینی میکنه که به دردم میخوره یا نه. شاید بیرحمانه باشه، ولی مغزت یه حساب کتاب ناخودآگاه میکنه. آیا قراره دوباره این اسم رو لازم داشته باشم؟ اگه جواب قطعی نباشه، اسم سیو نمیشه. حسابگر نیستی، مغزت بهینه است. تحقیقات سال 2019 نشون داد کسایی که حافظه گزینشی دارن، اطلاعاتی که مغز بیهوده تشخیص بده رو دور میریزن. بقیه همه چی رو نگه میدارن محض احتیاط، ولی تو فقط چیزایی رو نگه میداری که احتمال استفادهش بالاست. مثل داشتن یه کمد کوچیک در برابر یه انبار بزرگ. هیچ کدوم بهتر نیستن، فقط استراتژیشون فرق داره. ولی سوال سخت اینه: آیا مغزت داره یه محاسبه منطقی میکنه یا ناخودآگاه تصمیم میگیری که بعضی آدما مهم نیستن؟ 8. هویت رو به رفتار ربط میدی، نه به اسم. برای تو آدما همون کارین که میکنن، حسین که بهت میدن، اسمشون نیستن. اون آدم همون پسری که بامزه بود یا همون خانومی که معمار بود است. اسمش برای سیستم دسته‌بندی تو بی‌معنیه. تو بی احترامی نمی‌کنی، داری تجربی برخورد می‌کنی. روانشناسا بهش میگن غلبه حافظه رویدادی. یعنی آدما رو بر اساس لحظات آرشیو می‌کنی، نه برچسب‌ها. حدود 15% مردم اینطورین. انگار مغزت یه رمان نویسه که صحنه‌ها رو کامل یادشه، ولی اسم شخصیت‌های فرعی رو یادش میره. 9. اسم برات بار فرهنگی نداره. تو خیلی فرهنگا اسم مقدسه، هویته، اصل و نسبه، ولی برای تو اسم فقط یه صدای قراردادیه. چیزی که مهمه ذات اون آدمه. پوچگرا نیستی، فیلسوف عملگرایی. کسایی که تفکر انتزاعی قوی دارن، اسمها رو قراردادهای اجتماعی میبینن تا هویت واقعی. بقیه فکر میکنن آرش آرشه چون اسمش اینه. تو فکر میکنی آرش آرشه چون اونطوری رفتار میکنه. اسم فقط یه اکسسوریه. و نکته جذابش اینه: همین ویژگی تو رو توی همدلی عمیق عالی میکنه، ولی توی شبکه سازی رسمی افتضاح. و حالا واقعیت ماجرا. این الگوها باعث نمیشه بهتر از بقیه باشی، فقط متفاوتی. مغزت ارتباطات انسانی رو تو لایه‌های عمیق پردازش میکنه و سطح رو بیخیال میشه. این برتر بودن نیست. سیستم عصبت فقط متن احساسی رو به اطلاعات کلامی ترجیح داده. میدونم فراموش کردن اسم حس بیکفایتی میده. بیشتر وقتا حس نمی‌کنی که مغزت خاصه. حس می‌کنی که یه جای کار میلنگه. انگار همه یه مهارت ساده دارن که تو نداری. ولی از خودت بپرس، مکالمه‌های کامل با آدمایی که اسمشون یادت رفته رو یادت هست؟ یادت میاد چه حسی بهت دادن، چی گفتن، انرژی اون لحظه؟ اگه جواب مثبته، حافظت خراب نیست. فقط مدلش فرق داره. تو مشکلی نداری. مغزت عمق رو به برچسب ترجیح داده و این انتخاب هزینه و فایده‌های خودشو داره. کدوم یکی از این موارد حس کردی دقیقاً خودتویی؟ تو کامنت‌ها بنویس. و اگه محتوای بیشتری می‌خوای که توضیح بده چرا مغزت این کارو میکنه، سابسکرایب کن. این ویدیو رو بفرست واسه کسی که باید بدون حافظش خراب نیست. فقط تنظیماتش فرق داره.